روز 13 ایون در جلسه شورای امنیت قرقیزستان پیشنهاد شد که به طرح داکترین نو حربی اصطلاح تجاوز خارجی وارد کرده شود. جنبه قلوبای وزیر کارهای خارجی قرقیزستان به آوردن نام تاجیکستان گفته است ضرورت وارد کردن اصطلاح تجاوز در متن این سند وجود دارد. دیپلمات بلندپایه گفته است شما یاد دارید که سالهای 2021 و 2022 چه حادثه های روی داد و افزوده است که از این رو عملهای قرقیزستان ضد تجاوز باید به متن داکترین وارد کرده شوند. در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان ماه اپریل سال 2021 و ماه سپتامبر سال 2022 مناقشه سر زد. هر دو کشور همدیگر را در شروع نزاع گناهکار کردند. ده ها نفر کشته و زخمی شد. در جلسه شورای امنیت قرقیزستان پرزیدنت آن کشور صادر جباروف به پیشنهاد وارد کردن اصطلاح تجاوز نظامی به داکترین نظامی قرقیزستان راضی شده است. از همه گونه نزاع پیشگیری کردن ممکن است و هم تنها با راه دیپلماتی باید حل کرد. ما در سیاست داخلی و خارجی از این اصول کار میگیریم، ولی عین زمان وقتی به ضد ما تجاوز خارجی صورت میگیرد و مردم ما جان میدهند و خانه و زیربنیادهای دیگر ما آتش زده و ویران میشوند، ما نشسته و تماشا کردن نمیتوانیم. ما آماده پاسخ دادن به همه هستیم. جباروف افزوده است در شرایط افزایش تهدیدهای امنیت نظامی سیستم حربی و دولتی باید تقویت داده شود. او گفته که کشورش بار اول در 30 سال استقلال مستقلانه اسلحه و مهمات جنگی خریده است، از جمله پهپادها یا درون‌های بیرقدار که در مناقشه با تاجیکستان هم استفاده شد.